همینه، یا جفتش شاید با یه شماره ساختم، به خاطر همینه. من نمیدونستم به قرآن بگم، اصلا همچین کاری رو میکردم. بشینیم بچه ها، من دیگه گوشو میدن دست خودشون، زهرا و میلاد، حالا هر داستانی، هر صحبتی، هر چیزی، فقط امیدوارم درکشون کنید حالا هر تصمیمی گرفتن و آره موقع داستان نبود. بچه ها این گوشی روشن کنم بزنم اونم دادم، کابلم دست شما جان، سویچ هم دست میلاده. من رفتم عزیز دلم، من نوکرتم. چشم بذار بچه ها بینم چیکار میکنن. اگه شد من شیرینی میگیرم مثلا ازشون. اینو بزن من نوکرتم انشالله. چشم بذار بچه کار نداری؟ نه تهش من میام. قربونه دست در نکنم. من اون برم با گوشی پام. بگیرم. بچه‌ها چطورید؟ سلام. سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدین. یه خورده بچه ها بیان. سلام بچه‌ها، خوش اومدید. بارون میگه آهنگ یه چیز بذارم. اومدم بگم که صدا خرابه. صدا هنوز حرف نزدیم ها؟ خرابه؟ نه خیلی یواش میاد. الان بلنده. من حواسم بچه این پشت صحنه حواسش هست، زیر بارون تو خیابون. خب من الان صحبت میکنم دیگه. حالا دوستای جدیدم که اضافه شدن، بیشترین سوالتون این بود که یعنی الان سوالتون اینه که با هم میخوایم اوکی بشیم یا نه. بچه‌ها راستشو بخواید ما خیلی صحبت کردیم. گفتم الان تو صحبتام بخوام شما رو هم در جریان بذارم که چی شد. امیدوارم واقعا درکمون کنید. سلام حسین جان، خوبی پدر؟ سلام. بچه ها ما الان با داداش اشکانم صحبت کردیم راجع به رابطه من و زهرا که گذشت و حالا اتفاقایی که افتاد و اینا. ببینید راستشو بخواید ما خیلی صحبت کردیم، ولی این چیزی که هست بخواد دوباره رابطه اوکی بشه به ضرر صدا نیست. الان دارم صحبت، صدا الان هست؟ الان صدا هست؟ بذار یه دقیقه چیز در بیارم. اینو در بیار. لایف قطع نشد. نه بچه یه دقیقه صبر کنید، قاب گوشی آب رفته تو گوشی. بارونم زده. بذار خودم یه دقیقه صبر کنید. یه فوت کنم. آقا صدا میاد بچه؟ صدا رو دارید بچه ها؟ اینو بهمون بگید که ما شروع کنیم. صدا هست؟
اگه صدامونو دارید بگید. صدا واضحه، قشنگ خوبه. الان خوب شد، صدا خوبه، خیلی ممنون. صحبت هایی که ما کردیم، خیلی نشستیم دوباره از اول همه چی رو صحبت کردیم، تحلیل و بررسی کردیم. خودو بیا تو کار. بعد راستشو بخواید واقعا من خیلی صحبت کردم، اومدم دوباره همه چی رو از اول گفتم. ادامه این رابطه به هیچ عنوان به صلاح جفتمون نیست، یعنی اصلا به هیچ عنوان به صلاح نیست. خیلی خیلی به نظر من عواقب داره اگه برگردیم. اوکی ما الان همتون هم دارید میگید شما که حالش یه مقداری اگه دلتون با هم و اینا. بچه ها این آدم گذشته من بوده، با هم چه روزای خوب چه روزای بد خیلی گذروندیم، ولی اوکی مقداری دوستش دارم، اما نمیشه، واقعا نمیشه. من همه این صحبت ها رو گفتم بهش و ازش مطمئن نیستم. حس میکنم اگه دوباره برگردم دوباره ضربه میخوریم. این سری یه ضربه خیلی خیلی فجیح میخوریم، خیلی بیشتر، که عواقب خیلی زیادی هم داره. شما میگید یه فرصت دیگه بده، ولی از پشت ماجرا خبر ندارید که ما این یه فرصت دو فرصت نیست. ما از ماه اولی که با هم کانکت شدیم، ما هم اوکی شدیم، همش قطع و وصل داشتیم، همش یعنی یه فرصت نیست. من 1000 بار بهش فرصت دادم، یکی دوتا نیست. خیلی هاتون میگید خب چرا اومدی؟ دوباره اومدم بخوام حرفا رو بشنوم، بخوام فکر بکنم. حالا اصرار خودش بود، خیلی اصرار داشت که میگه که ببین، میگه مشکل مثلا یکی از مشکلامون بایو بود. گفت من الان اومدم تو همه جا جار زدم، همه جا گفتم، الان همه میدونن من با تو هم. قبلا یه بایو نمیذاشتم، الان اینجوری شده. ولی واقعا نمیشه دیگه. مشکل من الان یه بایو یا این که منو علنی کنه نیست. مشکل من اینه که من نمیتونم به هیچ عنوان، من تو بهترین روزای زندگیم، حتی خودش هم نمیدونست، همین الان فهمید، حتی اشکانم نمیدونست، همین الان فهمید. خودش بعد از اون ماجرا متوجه شد. رفتم تراپی، یعنی با هم دوست بودیم، رفتم تراپی. بعد 2 ساعت گوشیمو خاموش کرده بودم. بعد که روشن کردم گفت کجایی؟ نگران شده بود. نه کجایی بگو، یعنی اون موقع نمیدونست. بعد از 2 ساعت دیگه گوشیمو برعکس کردم و از جایی که بودم براش این فیلم گرفتم. گفتم نگاه کن، من اومدم پیش روانپزشک، نتونستم بهت بگم، دلیل قانع کننده ای نداشتم بهت بگم الان که ما با هم خوبیم چرا رفتم پیش تراپی. چرا؟ چون من تو حتی حال خوبیامونم همش ذهنم پراکنده بود، چون اون دلم قرص نبود پیشش. حس می‌کردم یه آدم اضافی‌ام. که من با تراپی هم حرف زدم، برگشت بهم گفتش که تو بازم برگردی، بازم قطع بشه، بازم وصل بشی، بازم همینه. من حالا دوست ندارم زیاد، واسم خیلی 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 محترمه، اما نمیشه بچه‌ها. شما دارید میگید یه فرصت بده، این بار 1000م میشه من بهش فرصت دادم. فرصت بدم، اوکی، فکر کن فرصت رو دادم. من الان دیگه نمیتونم، من الان دیگه اونقدر قوی نیستم. من حتی اگه بخوام یه 10 روزم باهاش کات بکنم، تو اون 10 روز مطمئنم خودم رو میکشم. اینقدر دیگه حالم بده، اینقدر دیگه از این قطع و وصله. بچه‌ها یه فرصت نیست، یه فرصت دیگه نیست، هزاران تا فرصته. داره میگه آذر ماهی، منم واقعا یه دختر آبان ماهی ام، میدونه صدمو تو رابطه میذارم، همه تلاشمو میکنم. تا الان هر چقدر این آقا قطع کرده رابطه رو، من اومدم جلو وصل کردم. ولی دیگه فرصت آخری که بهش دادم بار 1001 بود. گفتم دیگه این فرصت آخره. یعنی شما فکر میکنید شما هر چی که تو ذهنتونه، من هر راهی واسه این رابطه رو گذاشتم. آقا خب 2 سال عمرم بوده، واقعا 2 سال عمرم بوده. نمیام که سرسری ردش بکنم. 2 سال از عمرم رو گذروندم، بهترین احساسات، بهترین خاطرات.